إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. امروز مطلبی که میخواهم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض کنم مربوط می شود به سؤالی که از من پرسیده شد امروز در ارتباط با زندگی پس از مرگ، نه تنها پس از مرگ بلکه زندگی در جنت، که آیا زندگی که در اونجا مسلمان ها و اهل ایمان دارند با زندگی که در دنیا دارند با هم متفاوت است یا مثل همین است؟ دقیقا سوال این بود که آیا اون زندگی که مسلمانان در اونجا دارند با این زندگی که ما در اینجا داریم چه تفاوتی با هم دارد و چگونه هست؟ منم با توجه به این که برنامه در مورد دفاع از سنت هست، برنامه ما برنامه دفاع از سنت هست، دوست داشتم به این مسئله بپردازیم در سنت رسول خدا، البته در کتاب و سنت. ما به صورت بسیار مختصر اشاراتی میکنیم به آیاتی در کتاب خدا و سپس به مقتضای وقت باز به احادیثی مربوط به این مسئله میپردازیم. خداوند متعال در سوره محمد آیه 15 سوره محمد آیه 15 میفرماید: مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي آیه 15 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. می‌فرماید آیا به صورت یک سوال مطرح می شود این آیه. می‌فرماید نمونه بهشتی که به اهل تقوا وعده داده شده است که در آن رودخانه هایی از آب زلال وجود دارد، یعنی آبی که هیچ گونه تغییری در آن ایجاد نشده، آبی که گندیده نشده، آب زلال و پاکی، یعنی بهشتی که در آن به اهل تقوا وعده داده شده است که در آن رودخانه هایی از آب زلال و پاک و رودخانه هایی از شیر که هیچ گونه طعم و مزه‌اش تغییر نکرده است، یعنی شیر تازه، و رودخانه هایی از شرابی که
دارای لذت هست برای نوشینندگانش، یعنی کسانی که می نوشند، و رودخانه هایی از عسل پاک مصفا، یعنی بگونه ای این عسل از تمام چیزهای دیگری که به آن قاطی شده پاک شده، یعنی عسل پاک ریال عسل. ولهم فیها من کل الثمرات، و برای آنها وجود دارد از تمام میوه ها و تمام امکانات. و مغفرت من ربهم، و فراتر از همه گذشتی و بخششی از جانب پروردگارشان. آیا کسی که در چنین جنتی و در چنین بهشتی جا میگیرد و چنین بهشتی قرار میگیرد، آیا با کسی که خالدون فی الناری، که جاودانه در آتش میماند، و سقوا ماء حمیما، و آب داغ به آنها نوشانیده می شود به گونه ای که تمام روده های آنها را پاره پاره می کند، آیا مثل هم هستند؟ هرگز مثل هم دیگر نیستند. یعنی خداوند متعال در این آیه به صورت واضح و روشن بیان می کند و برای اهل کفر چیز دیگری بیان می کند دیگه. پس آیا کسی که اهل تقوا و اهل ایمان باشد چنین نعمتی در چنین ناز و نعمتی باشد، آیا با اون کسی که اهل کفر بوده و در آتش جاویدانه میماند و به جای این همه نوشیدنی ها آب داغ به او نوشانیده می شود یکسان است؟ خیر. یا مثلا پروردگار در سوره زخرف آیات دیگری بیان می کند: یطاف علیهم بصحاف من ذهب. این آیه هم به صورت خیلی واضح و روشن مطالب دیگری برای ما بیان می کند که خیلی قشنگ و زیباست. یطاف علیهم بصحاف من ذهب، یعنی با ظروفی ظرفهایی از طلا بر آنها گردانیده می شود. آیه 71 سوره زخرف می فرماید: ادخلوا الجنة. اولا می گوید قبل از این آیه می فرماید: الاخلاء بعضهم لبعض، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. میگه دوستان صمیمی در روز آخرت، در آن روز دشمن همدیگر هستند، بجز متقین، بجز اهل تقوا. یعنی اهل تقوا دیگه همچنان که در دنیا با هم صمیمی بودند، در آخرت هم همچنان با هم صمیمی هستند. بعدا می فرماید: یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. ای بندگان من، امروز شما هیچ خوفی بر شما وجود ندارد، یعنی شما ترسی ندارید، و هیچ نگرانی، یعنی نه ترس دارید از آینده خود و نه نگران گذشته هستید. همه چیز تمام شده. یعنی این هم یکی دیگر از نعمتهای بهشت، یعنی اون چیزهایی که به آن اشاره شد. در اون بهشت انواع نوشیدنی ها، انواع میوجات، انواع چیزهایی که خورده می شود در آن وجود دارد که اکنون به مقداری دیگر از آن اشاره می کنیم. اینها مشخص می کند
که زندگی در اونجا یک زندگی در عین این که روح در آرامش است، جسم هم در آنجا از این نعمت بهره‌مند است. یعنی یک زندگی روحی و جسمی اما به صورت کامل. مثل دنیا نیست که مثلا چیزی میخورید میترسید که سبب چربی شود و سبب بیماری شود و سبب گرفتاری شود در وجود تو. هر چیزی میتونید بخورید و هیچ ضرری برای شما ندارد. و مثلا احساس بکنید که مسموم میشوید، احساس کنید که بیمار میشوید، یا این غذا به مذاق شما نمیخورد، اون یکی دیگر با بدن شما سازگار نیست، مثلا این یکی طبعش گرم است، اون یکی طبعش سرد است و این حالت به گونه است که با طبع شما سازگار نباشد. چنین چیزی وجود ندارد. زندگی کاملا به معنای واقع زندگی. و در اونجا همین شراب که در دنیا از آن منع شده اید، در اونجا شرابی که به شما داده می شود یک شرابی است که عقل شما عقل را از دست نمی دهید و لذت تمام را دارد، لذت للشاربین، همچنان که گفتیم. و در اینجا می فرماید در شما دیگه نه ترسی از آینده دارید نه نگران گذشته هم هستید. اونها چه کسانی هستند؟ الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین. اون کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند. بعداً گفته می شود ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون. برید وارد بهشت شوید، خودتون و همسرانتان در آنجا خوشحال و شادمان هستید. تحبرون یعنی خوشحال و شادمان هستید. و این خوشحالی و اکواب میگه در آنجا با ظرف و ظروف طلایی، چیزی که برای شما می آورند در داخل ظرف و ظروف طلا و لیوانهای طلا، و فیها و در آنجا وجود دارد ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین، و آن چیزی که نفس انسان اشتهایش کند و چشم از آن لذت ببرد. دیگه شما چی میخواهید؟ روح و روان آرامی دارید، نه خوف دارید نه نگرانی. با قول شیخ سعدی میفرماید در این دنیا کسی بی غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. یعنی در این دنیا ممکنه کسی باشد غمی نداشته باشد، اما اون شخص آدم نیست، انسان نیست. ممکنه ملائکه باشد، موجود دیگری باشد غیر از انسان. یعنی انسانی در این دنیا یافت نمی شود که بدون غم و اندوه باشد، ولی در اونجا هیچ گونه غم و اندوهی وجود ندارد. در این دنیا کسی شاید نباشد بدون ترس زندگی کند، ولی در اونجا ترسی وجود ندارد برای اهل ایمان. پس این آرامش کامل که انسان به دنبال آن هست، یک زندگی راحت. یعنی شما از تمام مردم سوال میکنید شما دنبال چی هستید؟ میگه ما دنبال یک زندگی راحتی هستیم، بدون دغدغه، بدون مشکل، بدون گرفتاری، بدون اینکه در فکر مثلا بگوییم آقا دغدغه مسکن داریم، دغدغه پوشاک داریم، دغدغه خوراک داریم، پوشاک یعنی لباس، دغدغه مثلا زندگی داریم، دغدغه کار داریم، دغدغه نمیدونم ازدواج بچه ها داریم، دغدغه نمیدونم تحصیلات بچه ها داریم، دغدغه خودمون داریم، دغدغه آینده دارم. تمام این چیزها وجود نداره در آخرت. پس آیا به نظر شما این آخرت و این بهشت ارزش اینو ندارد که انسان اگر تمام زندگیش در این دنیا با سختی بگذارد اما آخرت خوبی داشته باشد، آیا ارزش اینو ندارد؟ قطعا چنین ارزشی دارد. بعداً فرمود و انتم، حالا گفت در آن هر آن چیزی که نفس شما اشتهایش میکند در آنجا وجود دارد، و هر آن چیزی که
چشم شما از دیدن آن لذت میبرد در آنجا وجود دارد. انسان با دیدن مناظر قشنگ و زیبا لذت میبرد. که مناظر قشنگی داشته باشد، چهره های قشنگی مشاهده کند، هر چیزی که شما از دیدن آن لذت میبرید در آنجا وجود دارد. همسری که دارید، چه مرد باشد چه زن، همون همسریه که خودت میخواهی. یعنی در دنیا بیشتر اون افرادی که زندگی میکنند، شاید 90% مردم، نه 99%شون فکر میکنن اون چیزی که دارن همون نیست که میخواستند. اون همسری که میخواهند همون نیست. اخلاقش اون نیست، رفتارش اون نیست، نمیدونم ظاهرش اون نیست، علم و دانشش اون نیست، هیچ کدوم از اون چیزهایی که او میخواسته اون نیست. در نتیجه انسان میگوید دنیا اون چیزی که من میخواستم نیست، اما در آخرت هر آن چیزی که شما دوست دارید در آنجا مشاهده میکنید و به دست میآورید. بعداً فرمود و انتم فیها خالدون، و شما جاودانه در آنجا میمانید. یعنی اون وضعیت برای مدت کوتاهی نیست. یعنی بگوین آقا شما میایید اینجا جای قشنگی است، هر آن چیزی که دوست دارید در اینجا میتونید استفاده کنید، اما با مدت مثلا 1 هفته، آقا 1 ماه، بابا 1 سال، 2 سال، 10 سال، شما میتونید تا 50 سال استفاده کنید. نه، اینجوری نیست، تمام شدنی نیست، برای همیشه شما در آنجا هستید. حالا شما فکر کنید در وضعیتی قرار بگیرید که بگوین آقا در این وضعیتی که الان شما در آن قرار گرفته اید جاودانه در آن میمانید، بدون انقطاع، بدون تمام شدن. پس انسان مطمئناً از آن لذت خواهد بود و لذت جاودانه و همیشگی. بعداً میفرماید و تلك الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون، و این همان بهشتی است که به شما داده شده. به خاطر چی؟ بما کنتم تعملون، به سبب آن کارهای پسندیده‌ای که انجام میدادید. یعنی این مجانی نیست، رایگان نیست، بلکه باید بها بدهید و بهای آن همون ایمان و عمل صالح است. خیلی خوب، چیزهای دیگری باز هست؟ بله، لکم فیها فاکهة کثیرة منها تأکلون، برای شما در آنجا میوه های فراوانی وجود دارد که از آن میوه ها میخورید و استفاده میکنید. پس یعنی شما هر آنچه که نفست آرزو میکند در آن وجود دارد و هر آن چیزی که چشم از دیدن آن لذت میبرد در آنجا وجود دارد و برای همیشه در آنجا هستید، و برای شما میوه هایی که هر میوهی که بخواهید، و فاکهة مما یتخیرون که در سوره واقعه بیان میکند، میوه هایی که خودتون انتخاب کنید، هر چی دلت میخواد. و در اینجا میفرماید میوه های فراوانی که از آن میتوانید استفاده کنید. اما کافران چی؟ ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. اما مجرمین، گناهکاران، اونایی که اهل گناه هستند، در عذاب جهنم جاودانه میمانند. لا حول ولا قوة الا بالله. لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون. به هیچ وجهی این عذاب از آنها تخفیف نمی شود. یعنی یک انقطاعی وجود ندارد و آنها در آنجا ساکن هستند
و نگران با نگرانی شدید و همواره با نگرانی و عذاب در آنجا میمانند، برعکس اهل ایمان. این هم چند آیه ای در سوره زخرف. و آیات دیگری مثلا در سوره نبأ باز به این مسئله اشاره می کند. این هم قشنگ است. این چند آیه سوره نبأ را مروری کنیم. می فرماید این للمتقین مفازا، همانا اهل تقوا، برای اهل تقوا مفاز وجود دارد. مفاز یعنی چی؟ یعنی رستگاری، مکانی که انگار یعنی شما به جایی می رسید که در اونجا رستگار هستی. مفاز، رستگاری کامل، اصلا قابل وصف نیست، چون گفتم مفازن به صورت تنکیر، نکیره بیان کرده. نکیره یعنی چی؟ یعنی قابل وصف نیست، نمیتونم وصفش کنم. این للمتقین مفازن یعنی یک نوع رستگاری است که قابل وصف نیست. خیلی خوب، اشکال نداره مقداری از اون رستگاری ها و نعمت هایی که در آنجا وجود دارد بیان کن. میفرماید حدائق و اعنابا، حدیقه هایی در آن وجود دارد. نه یک حدیقه، حدیقه یعنی باغ، نه تنها باغی، باغ هایی. و عنب، نه تنها یک نوع انگور، انگور هایی در آنجا وجود دارد. من امروز داشتم اخبار گوش میکردم، اخبار الجزیره بیان میکرد که در کشور یمن، این کشور جنگ زده، میگه بهترین انگورها در آنجا وجود دارد. بیشتر از 60 نوع انگور در یمن وجود دارد که در منطقه اطراف صنعا در اونجا مردم مشغول به آن هستند. اما میگه این مدت ها به سبب این جنگ افروزی ها و این جنگ هایی که در اونجا وجود دارد، بسیاری از باغ ها آسیب دیده اند و حتی اون همه باروتی که بر روی آنها ریخته شده سبب بسیاری از نابودی بسیاری از مزارع شده است. حالا اون میگه 60 نوع، حالا در آخرت همین 60 نوع است؟ نه، اصلا قابل مقایسه نیست. و کواعب اترابا، و همسرانی در آنجا وجود دارد، همسرانی که تازه به سن بلوغ رسیده اند و همسن و سال هستند و تازه بلوغ شده اند و سینه هایشون برآمده و بالا آمده. و کأسا دهاقا، و در آنجا جامهایی پر از نوشیدنی و شراب وجود دارد که کاملا پر است از اون شراب بهشت که قبلا بیان کردیم که رودخانه هایی وجود دارد از شراب. خیلی خوب، در این وقتی که کسی در این چنین نعمتی وجود دارد، در چنین امکاناتی وجود دارد، آیا حرفای بیهوده و ناموزون از آنها صادر می شود؟ می فرماید لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، در آنجا هیچ گونه حرف بیهوده‌ای نمی شنوند و هیچ گونه کسی دیگری را به دروغگویی نسبت نمی دهد. کسی نمی گوید تو دروغ گفتی، ابدا، این حرفا وجود ندارد. پس این چیست؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، این یک پاداشی است از جانب پروردگارت. جزاء من ربک، این پاداشی است از جانب پروردگارت. عطاء حسابا، و یک بخششی است حساب شده و دقیق که برای به شما داده می شود. در اینجا با هم میان برنامه نگاه می کنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید.
با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، داشتیم در مورد بهشت سخن می گفتیم و اکنون ادامه آن. حالا ما به مطالبی اشاره نمودیم. یک معنی دیگری برای عطاء حسابا وجود دارد، یعنی این یک پاداشی است کافی. این که من گفتم حساب شده یعنی دیگه دقیق است، کفایت می کند. همچنان که گفته می شود اعطانی فاحسبنی، یعنی به من داد و احسبنی یعنی کفانی، کفایت من کرد، برای من کافی بود. و این و کأسا دهاقا دو معنی از آن کردن، یکی همون که من گفتم یعنی جامهای پر از شراب، یکی دیگر جامهایی که همواره و پی در پی می آید، یعنی تمام نمی شود. اون یکی تمام شد، یکی دیگر، اون یکی دیگر به دنبال آن می آید. و به آیات دیگری می پردازیم در سوره صافات آیه 44. خداوند متعال در این آیات می فرماید انکم لذائق العذاب الالیم. پروردگار در مورد اون کسانی که دین را قبول نکرده اند و بر شرک و کفر بوده اند می فرماید شما عذاب دردناک را می چشید. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و شما یعنی مجازات نمی شوید جز در مقابل آن چیزی که انجام داده اید. شما دقت کردید اون هم گفت این پاداشی که به شما داده شد در مقابل کردار خود شماست، و این هم به آنها گفته می شود این مجازاتی که برای شما وجود دارد در برابر چیست؟ در برابر کردار شماست. پس یعنی با کردار پسندیده انسان شایستگی آن را پیدا می کند، وارد بهشت شود، و با کردار ناشایست استحقاق جهنم را پیدا می کند. بعداً فرمود الا عباد الله المخلصین، بجز بندگان مخلص خدا. اونا چه کسانی هستند؟ اولئک لهم رزق معلوم، برای آنان یک روزی معینی وجود دارد. خیلی خوب، این روزی چی هست؟ حالا به نمونه های از آن اشاره می کند، بسیار قشنگ و زیبا، غیر از اون چیزی که یعنی در اینجا اشاراتی می کند کاملتر و اون مطالبی که قبلا بیان شده بود تکمیل می کند. می فرماید فواکه، مثلا از جمله این رزق و روزی معین و مشخص یکی از آنها چیست؟ فواکه، میوه‌هایی. و هم مکرمون، این نکته خیلی مهم است، یعنی در عین این که در نعمت هستید، در امکانات هستید، در عین حال هم مورد احترام قرار میگیرید. آخر ما شما فرض کن کسی به او آب میدهند، نون میدهند، لباس بدهند، بهترین امکانات در اختیارش قرار دهند، اما به او توهین کنند. کلمه مثلا با رفتار، با کردار، با عملی او را مورد توهین قرار دهند. آیا این نعمت هیچ استفاده برای او دارد؟ به هیچ وجه. اونجا می فرماید و هم مکرمون، یعنی در عین این که از این نعمت استفاده می کنید مورد احترام هم قرار می گیرید. با احترام هیچ گونه کلماتی و رفتاری که ناشایست باشد نمیشنوید. سبحان الله. خیلی خوب، کجاست؟ فی جنات النعیم. نگفته در جنت، در یک جنت نیستی، در جناتی هستید. جنات باغهای پر از نعمت. خیلی خوب، چگونه قرار میگیریم؟ میفرماید علی سرر متقابلین،
یعنی بر سرور جمع سریر است. سریر یعنی تخت. بر تخت های نشسته اید متقابلین با اون افرادی که اونجا هستند، رو در روی هم نشسته اید و این نشانه محبت و دوست داشتن است. انسان کسی را دوست داشته باشد روبروی او می نشیند و با او هم کلام می شود و با او هم صحبت می شود و از هم کلام بودن با او و هم صحبت بودن با او لذت می برد. پس علی سرر متقابلین. الله اکبر. خیلی خوب. یطاف علیهم، می فرماید یطاف علیهم بکأس من معین، بر آنها گردانیده می شود جامهای پر از شراب. از کجا می آید؟ من معین، از یک چشمه. یعنی این شرابی که می آورند مثل آب رودخانه، مثل آبی که در رودخانه ها همچنان که گفتیم و انهار من خمر لذت للشاربین، که در اونجا رودخانه هایی وجود دارد. در اینجا می فرماید معین یعنی چشمه ها. از این آب، این نوشیدنی و این شراب از کجا می آورند؟ از خود چشمه. من معین، از یک چشمه ای که همواره جاری و روان است. خیلی خوب. چگونه هست رنگش؟ بیضاء، سفید قشنگ که کاملا روشن است و بدون هیچ گونه آلودگی و آلایشی است. خیلی خوب. لذت للشاربین، که برای اون کسانی که می نوشند دارای لذت هست. لذت للشاربین لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. بعدن می فرماید در آنجا، یعنی اون نوشیدنی که شما از آن استفاده می کنید، لا فیها غول. غول یعنی چی؟ یعنی در آن هیچ گونه ضرری وجود ندارد. مثل شراب دنیا نیست. مثل شراب دنیا نیست. لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. و آنها به سبب آن عقل خود را از دست نمی دهند. یعنی عقلشان را از دست نمی دهند. نه از آن آسیبی می بینند، نه عقل را از دست می دهند. پس کاملا جدا. لذت اون شراب واقعی است، حقیقی است و هیچ گونه ضرری هم ندارد. ممکنه شراب دنیا کسی که میخواهد آن را بنوشد در ابتدا اصلا هیچ لذتی برای او ندارد، ولی این لحظه اول لذت بخش است. الله اکبر. بعداً خیلی خوب، حالا شما در یک جا باشید، مورد احترام قرار میگیرید، امکانات وجود دارد، میوه وجود دارد، خوردنی وجود دارد، جای استراحت وجود دارد، نوشیدنی هست. اما آیا بدون همسر وجود چنین جایی آیا مورد قابل قبول هست؟ یعنی مورد پسند است؟ آیا کافی است؟ نه، کافی نیست. اگر انسان همسری نداشته باشد هنوز این زندگی کامل نیست. به همین خاطر می فرماید و عندهم قاصرات الطرف عین، و نزد آنان، نزدشان، در کنارش همسرانی دارد. قاصرات الطرفی، نگفته یک همسر، چندین همسر دارد که چشمشون به کسی دیگری خیره نمی شود جز به همسران خود. قاصرات الطرفی عین. این هم یعنی چشمان قشنگ و بزرگ. یعنی عین جمع عینا است. عینا یعنی چشمان قشنگ که چشمانشون خیلی بزرگ و قشنگ است. خیلی خوب. خودشون چگونه هستند؟ که انهن بیض مکنون، انگار
گوهرهای نایابی هستند که در داخل صدف هستند، یعنی صدفهای نایابی که مستور و پنهان هستند و دست نخورده، کأنهن بیض مکنون، یعنی هیچ گونه گرد و غباری آنان را نگرفته، بدون هیچ گونه لکه، قشنگ و زیبا. این وضعیت دیگر برای اهل ایمان. الله اکبر. یا مثلا در سوره روم آیات دیگری وجود دارد، این هم به آن آیت هم بپردازیم. سوره روم، بله، ماشاءالله، سوره روم آیه 15. سوره روم آیه 15. حالا ببینیم در اینجا چی میفرماید. میفرماید فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضة یحبرون. میگه اما کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند، عملوا الصالحات یعنی اعمال صالحات را انجام داده اند که دارای پسندیده، فهم فی روضة یحبرون، آنان در یک باغی که غیر قابل وصف است. روضة، این روضه چگونه باید باشد؟ روضة یعنی این تنوین ها بیانگر غیر قابل وصف بودن است، یعنی زبان از بیان آن ناتوان است. فی روضة یحبرون یعنی در ناز و نعمت هستند و خوشحال و شادمان هستند، یعنی لذت میبرند از تمام اون چیزهایی که در آنجا میشنوند، صداهایی که به گوششون میخورد و به نعمتهایی که در آنجا مشاهده میکنند و در نعمتهایی که در آن هستند به صورت همواره در آن هستند، از آن حالت لذت میبرند. حالا به آیات دیگری در سوره کهف، آیه 108 سوره کهف که ببینیم این آیه سوره کهف آیه 108 میفرماید ماشاءالله ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. میفرماید اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند کجا هستند؟ فی جنات لهم جنات الفردوس نزلا، برای آنان جنات الفردوس، نه جنت، جنت یکیه، جنات جمع است. در جنتهای فردوس در اونجا مهمان داری می شوند و پذیرایی می شوند، یعنی جنات فردوس جای پذیرایی آن است، از آنها پذیرایی می کند. خیلی خوب، این پذیرایی همین که من گفتم در اونجا ضیافت می شوند، پذیرایی می شوند، آیا این موقت است؟ نه خیر، خالدین فیها، جاودانه در آن میمانند. لا یبغون عنها حولا، خالدین فیها، جاودانه در آن میمانند. لا یبغون فیها حولا یعنی از آنجا یعنی منتقل نمیشوند به جای دیگر، چون بهترین جاست. در جنات الفردوس هستند. فردوس بالاترین نقطه بهشت است. الله اکبر. اعلى الجنه و افضل الجنه و اوسط الجنه. اوسط بهتر،
افضل، بهتر، اعلا، بالاتر. بالاترین جا در آن هست و در آنجا لا یبغون عنها حولا، یعنی نمیخواهند که از آنجا به جای دیگر منتقل شوند. یعنی خودشون درخواست چنین چیزی نمی کنند. پس وقتی که درخواست، چرا؟ چون بهترین جاست. شما وقتی که بهترین جا را داشته باشید دیگه مگر دوست داری به جای پایین تری بروید؟ شما در بهترین جا قرار گرفته باشید میخواهی به جای دیگری بروید؟ اصلا. سبحان الله. این هم مسائل دیگری، خیلی مسئله بسیار قشنگ و زیبایی در مورد این بهشت. لا یبغون عنها حولا. حالا وقت هنوز داریم، چند دقیقه دیگر وقت داریم که ختامه مسک، یعنی وقتی که در آنجا شراب می نوشند، ختام آن شراب یعنی اون چیزی که آخرین چیزی که از آن احساس می کنند بوی مسک است، بوی مشک است. مشک آن است که ببوید، نه این که عطار بگوید. مشک این است که خودش دارای بو باشد. حالا ببینیم این آیه در کجا بیان می کند. می فرماید در سوره مطففین: این الابرار لفی نعیم. می فرماید همانا نیکوکاران، دقت کنید، نیکوکار آخر بهشت به بها داده می شود، باید بها باشد. چیزی هست در میان مردم میگه به بها داده نمی شود، به بهانه داده می شود، باید بهانه برای آن داشته باشید. از لحاظی این حرف درست است، یعنی عمل ما و کردار ما نمی تواند بهای حقیقی بهشت باشد. بهای بهشت حتی کردار پیامبران هم برای آن کافی نیست، چه برسد به کردار ما. اما وجود این اعمال و کردار ما سبب است برای وارد شدن به بهشت. پس ما باید کردار پسندیده داشته باشیم، اما کردار ما کافی نیست برای خریدن بهشت. اما همونو باید باشد، باید ایمان و عمل صالح باشد، هرچند کافی نیست اما باید باشد و خداوند متعال بسیار مهربان است. اعمال ما بهای آن نیست اما بهانه است برای وارد شدن به بهشت، یعنی کفایت نمی کند. اما خدا رحم و لطف پروردگار اینقدر فراوان است، میگوید مادام اهل ایمان و عمل صالح باشید دیگه من بهشت را و شما خواهم داد و شما می توانید وارد بهشت شوید. خیلی خوب. این الابرار لفی نعیم. همانا نیکوکاران در نعمت هایی هستند. لفی نعیمین، لفی نعیمین. این هم گفتم این تنوین برای تنکیر است، یعنی غیر قابل وصف است. این نعمت چه نعمتی است؟ لفی نعیم. خیلی خوب. مقداری از این نعمت ها را بیان کن. شما نگاه میکنید در اینجا هم چیزهایی را بیان میکند که در اونجا گفته نشده بود، یعنی به نوع دیگری داره بیان میکند. به همین خاطر در قرآن تکرار وجود ندارد، تشابه وجود دارد اما تکرار نیست. میفرماید این الابرار لفی نعیم. خیلی خوب. علی الارائک ینظرون. الله اکبر. میگه بر اریکه، اریکه یعنی موبل های، بر اریکه های، بر موبل های تکیه زده اند و ینظرون و دارند چه کار میکنند؟ بر اریکه های تکیه زده اند و نگاه میکنند. ینظرون هم به معنی نگاه کردن هم به معنی منتظر شدن، ولی نباید منتظر باشن، چون انتظار
خودش جالب نیست، یعنی انتظار به پایان رسیده. در نتیجه نگاه می کنند. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. تنها انتظاری که در آنجا وجود دارد رؤیت پروردگار است. انتظار رؤیت خدا را میکشند، وگرنه بقیه نعمتها در اختیار وجه هست. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، میگه وقتی که به چهره آنها نگاه میکنید، از چهره اشان میتوانید مشاهده کنید در واقع شادابی و قشنگی و رونق نعمتی که در آن هستند در چهره آنها قابل مشاهده هست. الله اکبر. یسقون من رحیق مختوم، به آنها نوشانیده می شود، یعنی برایشان می آورند از یک شهدی. رحیق شهد، شیره، از یک شهد و شیره مختوم، یعنی انگار میگه پلم شده. یعنی وقتی که این شهد برایشون می آورند پلم است، دست نخورده است، خودشون باز می کنند. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، آخرین قطره‌ای که از آن می نوشید بوی مشک می دهد. یعنی این که طعمش که شما طعمش کرده اید که هیچ، اما بوی مشک هم می دهد. یعنی در عین این که خوشمزه است خوش طعمم هست، هم خوشمزه هست، هم خوش طعم است، هم خوش بوست. طعم و مزه یکی هستند، خوش طعم و خوشمزه و خوشبو. الله اکبر. بعدا می فرماید و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اون کسانی که میخواهند مسابقت دهند و مسابقه کنند، خیلی خوب، برای به دست آوردن چنین چیزی مسابقت کنند و مسابقه دهند. و مزاجه من تسنیم، اون چاشنی که با آن قاطی می شود، با اون شهد قاطی می شود و می نوشند، از تسنیم است. تسنیم اون هم یک چشمه است در بهشت که در جای دیگر بیان شده. خیلی خوب، این تسنیم چی هست؟ عینا یشرب بها المقربون. در اینجا هم بیان کرده این تسنیم یک چشمه است که نزدیکان خدا و بندگان مقرب خدا از آن می نوشند. این برای اهل ایمان و اهل توحید. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حالا آیات دیگری باز وجود دارد. به نظر من نیاز هست که در جلسه دیگری این مطالب را باز بیان کنیم که خیلی واضحتر، یعنی ما فقط در قرآن این مسائل بیان کنیم تا اینکه انشاءالله بتوانیم به احادیث هم برسیم. حالا این زندگی که ما بیان کردیم زندگی است کاملا متفاوت با زندگی دنیا. این پاسخ این سوال. این زندگی است کامل، بدون دغدغه، بدون غم، بدون اندوه، بدون ترس، با تمام کامل، با احترام تمام. هیچ کمبودی ندارید، در آسایش تمام هستید. خداوند متعال همه ما را یاری دهد و توفیق دهد که لیاقت و شایستگی چنین بهشتی داشته باشیم که خداوند متعال ما را از آن بهره‌مند کند و ما را توفیق عمل صالح دهد که چنین جایگاهی را به ما هم بدهد. از اینجا
همه شما را به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.